سلام، چگونه میتونم یادگیری زبان رو از صفر شروع کنم؟ سلام. خب شروع کردن یادگیری زبان از صفر معمولاً با چند قدم ساده ممکنه. مثلا اول از همه یک زبان رو انتخاب کن که بهش علاقه داری. بعد منابعی که برای مبتدی‌ها طراحی شدن مثل اپلیکیشن‌ها، کتاب‌های ساده یا دوره‌های آنلاین رو پیدا کن. و البته هر روز کمی تمرین کنی، گوش بدی، صحبت کنی و کم کم پیشرفت می‌کنی. مثلا اگه بخوام زبان انگلیسی رو از صفر شروع کنم، روزی چقدر زمان لازمه که بذارم؟ خب برای شروع یادگیری زبان انگلیسی از صفر، معمولاً حدود 20 تا 30 دقیقه در روز میتونه کاملاً کافی باشه. به خصوص وقتی که تازه شروع می‌کنی. اگه بتونی هر روز یه مدت کوتاه اما پیوسته وقت بذاری، ذهنت عادت میکنه و کم کم پیشرفتت رو می‌بینی. بعدن که احساس کردی راحت‌تری، میتونی زمان رو بیشتر هم بکنی. چقدر طول میکشه که من به قدری مسلط بشم که بتونم به یک کشور انگلیس زبان سفر کنم و اونجا مشکل ارتباط با مردم رو نداشته باشم؟ معمولاً این که چقدر طول میکشه تا به یک سطحی برسی که راحت سفر کنی و با مردم ارتباط بگیری، واقعاً به خودت و میزان تمرینت بستگی داره. اما اگه مثلا روزی همون حدود نیم ساعت تا یک ساعت وقت بذاری، شاید در عرض چند ماه بتونی به یک سطح مکالمه پایه برسی. برای رسیدن به یه سطحی که تو سفر کاملا راحت باشی، معمولا حدود 6 ماه تا یک سال تمرین منظم میتونه خیلی کمک کنه. البته باز هم بستگی به سرعت یادگیری خودت داره، ولی نگران نباش، با استمرار و تمرین حتما جواب میگیری. خب این مسابقه رو ادامه خواهیم داد در مسابقه بعدی. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، به اشتراک بگذارید، نظرات خودتون رو برای ما قرار بدید و حتما کانال ما رو دنبال کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید تا مسابقه بعدی ما رو در این رابطه از دست ندید. موضوعات جالب دیگری رو هم در کانال دنبال خواهیم کرد در مسابقه‌مون با چت جی پی تی. فعلا خدا نگهدار.